الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به امید قبولی طاعات همه ما و شما حضار محترم، برادران و خواهران ایمانی عزیز، و همچنین به امید قبولی طاعات و عبادات همه برادران و خواهران عزیز ایمانیمون که در ادنا و اقصا نقاط دنیا توفیق حضور در چنین شب‌هایی که به شب‌های احیا و زنده‌داری، اون هم برای عبودیت و بندگی خداوند، در این 10 شب پایانی رمضان توفیق عبودیت و بندگی خدا در هر کجا که هستند دارن. امیدوارم که خداوند بر همه حضار محترم و همه اون عزیزانی که این برنامه رو مشاهده میکنن و میبینن، خداوند مزید توفیق برای مزید بندگی و حسن الخاتمه در همه امور و شؤون زندگی عنایت بفرمایند. و این چند شب و چند روز پایانه ماه مبارک رمضان حسن الخاتمه‌ای در پرونده اعمال و نیکی‌های ما باشد که در همین شب‌ها زندگی ما و شما و همه برادران و خواهرانمون به سوی خدا رقم بخورد و تحول شگرف و عظیم، تحول ایمانی و معنوی در ما و شما و خانواده ما و شما ایجاد بشود. بگید آمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید میکنن بر جستجوی شب قدر در 10 شب پایانی رمضان و شبی رو مشخص نمیکنه که تلاش انسان منحصر به اون شب باشه. میگه در 10 شب آخر، در شب‌های وتر دنبالش بگردید، یعنی این 10 شب رو احیا بکنید. خداوند سوره‌ای رو در قرآن نازل فرموده در این سیاق، در این رابطه، معروف هست به سوره قدر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. خداوند این سوره رو در رابطه با شب قدر نازل کرده و عبادت هست مثل سایر سوره های قرآن که در نمازها خونده بشه. نماز بدون تلاوت قرآن نمازی نخواهد بود. پنج تا فضیلت در این سوره در رابطه با شب قدر بیان شده. اول این که قرآن در این شب نازل شده و این فضیلتی است برای این شب. دوم این که عبادت در شب قدر بهتر از 1000 ماه است. بعضی عزیزان اشتباه میکنن، میگن معادل 1000 ماه. نه، معادل 1000 ماه نه، بیشتر از 1000 ماه، چون خداوند گفته خیرون. خیر به معنی افضلیت اینجا.
ما خوب داریم و خوبتر داریم. اینجا خداوند میگه لیلة القدر خیرون، بهتر از 1000 ماه هست، پس معادلش نیست. این 2 فضیلت برای این شب. فضیلت سوم، تنزل الملائکه و الروح فیها، تمامی فرشتگان خداوندی سقف‌های آسمان رو براشون شکفته میشه، میشکفن، همراه با فرمانده کل فرشتگان که جبرئیل امین باشه سرازیر چه زمین میشن، موجودات نورانی که سلام بکنن بر بندگان خدا تو مساجد، تو خونه ها، تو حلقه های قرآن. این 3 فضیلت. 4م سلام، اون شب آرامش، امنیت. 5م هی حتی مطلع الفجر، تا بعد از نماز صبح این شب ادامه داره و این امنیت و آرامش وجود داره. قبلا هم گفتم، همه تونم حضور ذهن دارید الحمدلله، که ماه مبارک رمضان یک فرصت استثنایی است. چند چیز در این ماه خیلی اهمیت داره. یکی نماز هست، فرائض، نوافل، قبلیه، بعدیه، سنت‌های مقید، مطلق. نماز قیام که بعد از عشا شروع میشه تا قبل از اذان صبح ادامه داره، هر کسی به اندازه توفیقش. تراویح قیامه، تهجد هم قیامه، نماز شب هم قیامه. همه اینها اسمهای متعدد برای یک مسماست، قیام. هر کسی به اندازه استطاعتش، یکی 1 سلام میخونه، یکی 2 سلام میخونه، یکی 3 سلام میخونه، یکی 10 رکعت میخونه. مهم که این شبها رو داشته باشه. و بهترین تلاوت قرآن در نماز در نیمه های شب، زمانی که خداوند نازل میشه بر آسمان دنیا، اون نزولی که شایسته و زیبنده خودشه، ما کیفیتشو نمیدونیم. در 1/3 باقی مانده شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. نزدیکترین قوم خویشتم شب که شد بعد از عشا در خونش قفل میزنه دیگه، ولی اون زنگم بهت بزنید، دزدم بهت برخورد بکنه، تلفن جواب نمیده شب. ولی اون ساعت و زمان و پست و مقام تو بندگانش و تفاوت‌هایی که خودش قرار داده تو بندگانش مانع نمیشه. مهم کرامت انسانی است و خواستن هست، تو بخوای که با اون ارتباط برقرار بود. پس قیام از بعد از نماز عشا تو رمضان شروع میشه و هر شبی طول سال. اما این موسم ویژه هست، خدا ویژه قرارش داده. ما موسم‌های ویژه داریم و اماکن ویژه داریم که ثواب و فضیلت و حسنات درش افزایش داده میشه. چیز طبیعیه. شما که بازاری هستید، تو بازارم تو تعطیلات نوروز مشتری بیشتری دارید، فصل کار کاسبیه، دم عید